در کنار روزبه عزیز هستیم، یکی از گیتاریستان قهاری که هر جایی که کنسرت‌های باحال باشه روزبه هم هستش. اول از همه عیدو به تبریک میگم. همچنین. عیدت مبارک باشه. عیدت هم مبارک. دست درد نکنه. روزبه ببینم چیکار می‌کنی؟ در کنسرت‌های نوروزی همه جا هستی، فکر کنم دیگه چهره بین‌المللی داری میشی. اونش رو دیگه من خودم خبر ندارم دیگه، تا جایی میتونیم با بچه‌ها میریم تور و کنسرت اجرا می‌کنیم. ببینم پشت صحنه معمولا توی ساندچک چه کاری انجام میدین؟ چون که خیلی از بیننده‌ها نمیدونن که چقدر زحمت کشیده میشه که یه کنسرت برگزار بشه. دوست دارم یکم توضیح بده در مورد ساندچک و پشت صحنه کنسرت‌ها. آره خب برای کنسرت‌ها مهمترین چیز اینه که هر نوازنده‌ای بتونه خودش روی استیج خوب بشنوه و گروه رو بشنوه. مثلا روی صحنه‌های گنده مثل اینجا مونیتورینگ خیلی مهمه و از این کارها هستش دیگه. واسه سر هر ساوندچکی که اول چیزامون رو میچینیم، سازامون رو در میاریم، کوک میکنیم، بعد ساوندمن برنامه از پشت صدای رو صحنه رو درست میکنه، به هر کی روی مونیتور صدا میده. امشب با گروه ارکستر شهاب تیام هستی. با شهاب خیلی وقت داری کار میکنی یا نه اولین باری است که با شهاب داری کار میکنی پشت صحنه؟ نه با شهاب جان خیلی وقتی کار میکنیم و خیلی هم همیشه خوش میگذره و با هم رفیقیم. تو ایام نوروز ببینم با همه مشکلاتی که هست، این همه سردرگمی، سفره افزونه هم چیدی یا نه؟ من راستشو بخوای نه، ولی من توی فیسبوک میبینم که همیشه مادرم، خواهرام، همه عکسای دوستام، همه عکس یه 7 سین پست میکنن، ولی من متاسفانه خودم تو خونه تو اسباب کشی بودم، وقت نکردم. یعنی امسال بدون سفره 7 سین گذروندی نه؟ ولی سین زبده سبزه رو میخوای گره بزنی یا نه؟ آره مامانم سبزی زیاد درست کرده. خیلی ممنونم ازت، میدونم که سر شلوغی بعد برنامه ادامه بدی، مزاحمت نمیشم. برای تو آرزوی موفقیت دارم، ولی کارتو میبینیم روی صحنه امشب. همچنین. مرسی، دست در